دفعه اطمینان حاصل کنم که آیا صدا و اسکرین مرا دارید یا خیر. داریم استاد. بسیار خوب بسیار خوب. خیلی ما روز جمعه برتان گفته بودم که شما ریدینگ های یونیتی 3 و یونیتی 4 را بخوانید و ما همین لحظه امینا را میخوانیم. دوستای که فرزن علاقمند به چی هستن میتونن اشتراک بکنن. خب Teacher, I read it. ندا بارکزای. Yes, you can read it. Of course, teacher. So, conversation 2 محاوره دوم. Listen and practice. بشنوید و تمرین کنین. Says cleric can I help you امی نفر says cleric میگه که سلام من میتوانم که شما کمک کنم customers مشتری. Yes. بله پلیز لطفا I need a birthday present for my sister. من میخوام که یک چیزی به خاطر اینجا birthday present منظور یک تحفه یا گفت میتا. بله. گفته که من میخوام که بخرم یا نیاز دارم به یک تحفه به خاطر خواهرم یا تولد خواهرم. سلز کلرک یعنی کسی که اونجا فروشنده میشه. that is nice. این خوب میباشد یا زیبا میباشد. what does she like او خانم یا خواهرش ما چی خوش داره. customers مشتری. she love anything blue. How much is this sweater? میگه خواهر ما هر چیزی که چی باشه آبی باشه خوش داره و خوبی باشه که یک سویشرت یا سویتر باشه. سلز کلریک یا مو فروشنده the light blue one میگه اوکی آبی روشن میباشه. it's $10. ای $150 است. Yes. سلز او customers مشتری that's pretty expensive. او مشتری میگه که بسیار گران میباشه دیگه. I love my sister but I need to eat. من خواهرم دوست دارم که یک چیزی بخورم. منظور دیگه است که اقدر این پیسه گران میباشه لباس که من چی به خاطر خوردن دیگه نمیداشته باشم. sales clerk امو شخص فروشنده میگه well we have that one too. ما یک دیگه هم میداشته باشم. customers which one کدام یکی the green one میگه یکی سبز میباشه. sales clerk مو نفر که مفروشه میگه and it is on sale for 28.99 میگه دلار. میگه یکی هست ای فروخته میشود در $28 و 99 سنت دیگه. sales clerk wall customers wall she also like green. میگه او خواهرم هم دوست داره سبزه. I will take it. من این را میگیرم. teacher it is finished or have any series. استاد صفحه تمام شد یا فقط همه قدر میباشه؟ امی کنورسیشن تا خود تا به این دم است. میرم اگر کسی مشکل نداشته باشه از انصفی خود یاد گرفته باشه معنایش میتونیم به بخش بعدی بریم. کس خونیست که مشکل داشته باشه بخش بعدی بریم نه؟ بله استاد من مشکل دارم. من هیچ نفهمیدم درسه. بله استاد صدای من میشنوی؟ بله صدای من دارین؟ بله خالده قانع صدایتان ما دارم. خیلی ما برتان میخوانم که مشکلتان حل شد. درست است؟ مشکل دارم. ما برتان میخوانم که مشکلتان حل شد و شما خیلی گوش کنین. درست است؟ درست clerk can I help you میگه آیا میتونم کمک کنم. can چیسته can helping verb است کمک های فعلی است. I subject pronoun است و help فعل است. you object است. can I help you آیا همراه شما من کمک کردم میتونم. اگر شما جلسات قبلی را درست مطالعه و تمرین کرده باشید من باور هستم بارمند به هستم که can I help you معنایش شما میفهمین و کنم میفهمین که در کدام بخشا میتونه استفاده شود. yes please میگه بله لطفاً I need a birthday present for my sister میگه من نیازمند تحفه سال روز برای خواهرم هستم. درست است؟ یعنی همو هپی بردی که میگه that's so nice میگه بسیار خوب است بسیار خوب. what does she look like میگه او چطور معلوم میشه.
She loves anything blue. She loves anything blue. میگه او دوست دارد همه چیز. blue رنگ میگه آبی. She loves anything blue. او خوش داره همه چیز که به رنگ آبی باشه. loves حالا ببینید دوستای عزیز چرا اینجا ای اس آمده. اگر شما فرمثال کسی که نمیتونه که ریدینگ درست یاد بگیره او مجبور است یعنی که باید کلمه به کلمه بفهمه که این جمله چطور تشکیل شده. وقتی که تشکیل جمله را شما فهمیدین شما خود به خود معنای جمله را هم میفهمید. شما کوشش کنین وقتی که میخواین ریدینگ تان تقویت کنین شما کلمه به کلمه او را تحلیل گرامری کنین. تحلیل گرامری کردین بعد از شما معنای چی را میفهمین، معنای جمله را درست میفهمین. حالا ما میفهمیم که سابجکت پروناون است، فاعل یک عمل است، loves عمل است. She loves anything blue. او خوش دارد همه چیز که برنگ چی باشه آبی باشه. How much is the sweater؟ میگه این جاکت چند است. How much is this sweater؟ میگه جاکت چند است. حالا سعی کنید دوستان how much برای مقدار استفاده میشه. از جمله WH است. WH چیست؟ سوالات معلوماتی است که از پیش ما سوال میپرسه و ما نیازمند جواب هستیم که برای جواب بدیم. S چیست؟ S to be verb است، helping verb است، auxiliary verb است، فعلای کمکی است، حالت نشان میده. This چیست؟ This دیجه که هست ضمیر اشاره است یا demonstrative adjective، demonstrative pronoun. sweater اسم است. ما گفته بودیم که وقتی که ما WH ما تشکیل میتیم باید در سر فعلای کمکی باشه، فعلای کمکی باشه. ببینید اول how much آمده بعد از او این is آمده، is the sweater. میگه how much is the sweater؟ ایجاکت چند است. باز میگه the light blue one، بر رنگ آبی روشن، the light blue one، امی که بر رنگ روشن است. one یک معنا میده یعنی امی، one امی معنا میده. it is $105. ای که هست چیسته $150 است. خب دوستان عزیز امی قیمت در زبان انگلیسی چی است؟ صفت است. It is $150. It gets the subject pronoun as is to be verb as و $150 صفت است. ای که فرمثال چطور جمله تشکیل بده ما نیازمند فرمولای گرامری هستیم که ما ای را در جلسات اول و دوم ما امرایتان شریک ساختم. امید است که شما امونا را هم تمرین کرده باشین، هم خوانده باشین و هم از منابع بیرونی استفاده کرده باشین. خب that is pretty expensive میگه بسیار زیاد قیمت است. pretty زیاد معنا میده. tremendous expensive قیمت. دوستان عزیز ببینین that is pretty میگه این چیسته بسیار زیاد. expensive قیمت است. expense چیسته؟ expense مصارف معنا میده. مصارف یعنی نون است. ما اسما را به صفت هم تبدیل کرده میتونیم با اضافه کردن پسوند و پیشوند. آلیجه چه کردن؟ آی وی ای را داخل یعنی expense اضافه کردن به چی تبدیل شدن؟ به صفت تبدیل شد. That is pretty expensive میگه بسیار قیمت. I love my sister but I need to eat میگه من خواهر خود دوست دارم but I need to eat میگه من نیازمند خوردن هستم یا ضرورت دارم که بخورم. I love I subject pronoun love فعل شد یا verb. چگونه فعل شد؟ من verb شد، فعل اصلی. My sister خواهر من. my چیسته؟ my صفت است. چی نوع صفت است؟ صفت ملکی یعنی possessive adjective است.
sister همچنان noun است اما فرمول صفت مراعات کرده، یعنی بعد از صفت همیش اسم و یا ضمیر آمده میتونه. but conjunction است. conjunction یعنی وصل کننده که ایرا در گرامر انگلیسی از بخشای part of speech میگه، یعنی بخشای گفتاری میگه. I need to eat، ما ضرورت دارم بخورم. need ایجا که است، ایجا حالا به حیث main verb عمل کرده. به حیث چی؟ به حیث main verb و بعض اوقات به حیث فعل کمکی یا auxiliary verb هم میکنه که را باز ما جمله مدل auxiliary verb میگیم. خب to eat چیسته؟ eat. to eat که است یکی از بخشای گرامری است به نام infinitive است. درست است؟ مصدر هستند. to eat، I need to eat، من نیاز دارم که بخورم. درست است؟ بعد از تو که است اگر مصدر می بود بعد از تو حتما فعل میاد دوستان، حتما فعل میاد. to eat، to learn، to sleep، to swim، هر چیزا میاد. خب میرم well میگه بسیار خوب. we have that one میگه ما داریم یکی از آن. we have that one ما امور داریم. یکی از آن یا فرمثال امور ما داریم. تو همچنان. درست شد؟ خب ون دیجا دیترمینر است، یعنی مشخص کننده است دوستای عزیز. چی هستن؟ دیترمینر. ما زیاد نمیپیچیم روی گرامر. خب بعضی ها که فرمثال انگلیسیشان ضعیف است با دیترمینر و چیزا باز در سطح بالاست درست انالایز کردن هم میتونن، از خاطر زیاد روی گرامر پیچیدن هم میتونیم. which one کدام تایش یا کدام تا. the green one امو آبیش، امو یک تا آبی. yes بله. and it is on sale این در فروش است. and چیست دوستای عزیز؟ and که است and conjunction است. it is on sale در فروش است for $28.99 میگه این در فروش است در بدل 28.99 سنت. آن حرف اضافی است، preposition است که اسما را با جملات بعدی وصل میکنن. این وظیفه ایش است خلاصه. خب well بسیار خوب، بسیار خوب. she also likes green میگه او دختر یا او همچنان خوش در رنگ آبیش. I will take it من میگیرم یا من خواهد گرفتم. I بازو بسر که یک علامه آمده و دو دانه L، اینا خلاصه یا ابریویشن I will است. ای باز که زیاد تلفظ میشه I will میشه I will take it میگه ما خواهم گرفت. انشالله خالده قانع حالی صدای مرا داری، انشالله یک چیز خوب حتما گرفتیم. میریم به بخش بعدی میریم، در کسی مشکل ندارم. بله. استاد شما گرین گفتین. خیلی میریم به بخش بعدی. درست است؟ درست است. تشکر استاد. بخیر باش، سلامت. خب دوستان عزیز بخش گرامر میریم. در بخش گرامر چیسته؟ میگم this سعی شد this person چیسته؟ دیجه که هسته باز ای صفت اشاره‌ای میشه دوستان عزیز. چرا؟ به خاطر از اینکه فرمول صفت تطبیق کرده پیش خود. this فکر کن که هیچ چیز نیست. بعد از چی آمده؟ نه. همه چیز که بعد از اسم بیای او به حیث صفت شناخته میشه. به حیث چی شناخته میشه دوستان عزیز؟ به حیث صفت شناخته میشه. اگر این فرمول شما دیدین در هر جایی این چیسته
این صفت است. چی نوع صفت است؟ صفت اشاروی. فر مثال من میگم this book is not accessible in فردوسی library store. در کتاب فروشی فردوسی موجود نیست. this book، این کتاب. درست شد؟ that book، اینه that book is not accessible in فردوسی library. باز جمع this چیست دوستا عزیز؟ جمع this جمع this که هست دوستا؟ these است. اینها، اینجا که جمع آمد، این جمعه دوستا عزیز. اینجا ما مجبور هستیم یک کیس بتیم که اسم مفرد ما به جمع تبدیل شد. this box اینا که تبدیل شد، خیلی پس ضرورت داریم که میزم چون مفرد است. اس که هست برای ضمایر یا اسمای مفرد اشاره میکنن. خیلی ما تغییر میتیم، میره آر میگیم these books are not accessible in فردوسی library store. درست شد؟ یا اگر ایره ما بخوایم این کتاب ها و بگیم، اگر بگیم که آن کتاب ها، با چطور میشه؟ جمع در چی میشه؟ those میشه. چی میشه دوستا؟ those میشه. those books are not accessible in فردوسی library store. دوستا عزیز، ما چون در جلسه اول دو ما بسیار وضاحتاً تشریح کردیم که چگونه شما جملات مثبت به منفی، به مثبت، به سوالیه و منفی همراه دبل اچ که استفاده میکنین. تمامش گپا را ما همراهتان شریک ساختیم. خدا کنه ما را تکرار کرده باشین و اگر ما را تکرار کرده باشین شما همین جملات همچنان تکرار کرده میتونین یا نوشته کرده میتونین. ببینید دوست عزیز، بعد بازم میگم this، that، these، those دیجا به حیث صفت اشاروی عمل میکنه. چرا؟ به خاطر از اینکه بعد از چی آمد؟ بعد از او اسم آمد. بعد از چی آمد دوست عزیز؟ اسم آمد. انشالله امید است که امو گپای مرا گرفته باشه. خب دیجا امینا را شما پیش خود خواندن میتونین. How much is this shirt؟ این یخنقاق چند است؟ How much are these sneakers؟ درست شد؟ پر مثال which one، the blue one، which ones، اینا را شما پیش خود خوانده میتونید دوست. یک نوع بود است. در زبان انگلیسی ما برای یک بود چندین لغت داریم. خب conversation میریم. کی است که میتونه که بخونه با ما؟ وحیده نورزه بخونه. I love these dresses. They are perfect for the wedding on Saturday. من عاشق این لباس ها هستم. آنها برای عروسی روز شنبه بهتر است یا مناسب است. Yes, I like this black cotton one. بله من دوست دارم سیاه پنبه‌ای را. Cotton خوب پنبه را میگن استاد؟ بله. The black one? Why? سیاهی را؟ چرا؟ یعنی سیاه را چرا؟ It's more stylish for wedding. ای لوکستر است یا شیکتر است برای عروسی. That's true. راست میگی. But it's the middle of the summer. ولی ای اوسط تابستان است. The material of this one is lighter. و مواد ای سبکتر است. یا هم روشن‌تر است. That's a good point. ای گپ درست است. یا نکته خوبی را گفتی. The wedding is in the afternoon. و عروسی بعد از ظهر است. There's no price tag. ولی در اینجا هیچ چسب قیمت نیست. Excuse me, ببخشید. How much is this dress? ای لباس چقدر است یا قیمتش چند است؟ It's $400. ای $400 است.
would you like to try it on آیا میخوایی که این را امتحان کنی oh no oh نه خیر that's okay یعنی خیره thanks anyway ولی به هر حال تشکر you're welcome قابل شنوه تشکر بسیار زیاد. انشالله دوستا خب مطلب اینا رو خب از یاد گرفتن، از مشکل خو ندارن که بریم بخش بعدی. مشکل ندارین دوستا؟ نه خیر استاد خیلی میریم به بخش بعدی. دوستا یک پیشنهاد میکنم همین کسایی که مثل وحیده خالده قانی بود کی بود که مشکل فرمثال در ریدینگ یا چی دارن، اونا بسیار نیازمند هستن که ریدینگ های ابتدایی را بسیار زیاد مطالعه کنن و هر کس که در بخش ریدینگ مشکل دارن از تجربه شخصی خود من براتون میگم دوستا که می هر کلمه را با گرامر تحلیل و چی کنین. هرگاه که هر کلمه گرامری تحلیل کنین شما خود به خود معنای جمله را میفهمین و تحلیل کردن چی که است هم در زبان گفتاری همراهتان کمک میکنن، هم در زبان نوشتاری همراهتان کمک میکنن و هم راحت‌تر میتونین روز به روز امور ریدینگتان تقویه بکنین. از زیاد گپ نمیزنیم، میریم به بخش بعدی. nicer, lighter, more than اینا را ما خوانده بودیم در comparison adjective. اینا را ما در جلسه دوم گفته بودیم. دوستان عزیز امور شما دیده میتون ویدیو را هم در تلگرام گذاشتیم و شما دیده میتونین، نوتا را هم شریک ساختیم. خب ریدینگ 12 میریم. خب سپوږمۍ تسل. سپوږمۍ. Yes, sir. Can you read it for us? Of course, why not? Badinfullah, online shopping, خریداری online. The crazy things people buy. لازم دیوانه کننده ای که مردم خریداری میکنن. In this week's blog, در بلاگ این هفته we look at some extraordinary things people can buy online. نگاه میکنیم یا نظر میاندازیم به لوازم خارق‌العاده یا شگفت‌انگیزی که مردم خریداری میکنن به صورت آنلاین. A piece of the moon. Yes, a very advert. 27 و 50 سنت دلار. It's true. این درست است. You can own a piece of land on the moon. این درست می باشه که شما می توانید مالک یک فضا یا یک قسمت از روی زمین در مهتاب شوید. An acre یک جریب or about 4,000 square meters و یا هم تقریبا 4,000 متر مربع of moon costs $27.50 و تقریبا در حدود 27 و 50 سنت دلار قیمت از اون باشد. That's a lot of space for your stuff و این فضای بسیار زیادی است برای لوازم شما. In fact, در حقیقت, the piece of each acre goes down when you buy more land. در حقیقت قیمت هر جریب پایین میاد وقتی که شما بخرین زمین بیشتر. Imagine, تصور کنید. What you could do with all that space. که شما چی کارهایی میتوانین انجام بدین با این همه فضا. If you could travel there, اگر بتوانین در آنجا سفر بکنین, but don't worry, اما نگران نباشین. You get a certificate that says the land is yours. که شما برای شما یک سند یا یک سرتیفیکیت ایدا میشه که بیان کننده از این است که او زمین از شما میباشه. تشکر. Shall I read the second paragraph? No, I will choose حسیبا سکندری. Okay, thank you. I'm not allowed to share my screen. A dream of Allah, someone to stand in line for you 25 an hour. کسی که به جای در صف استاد میشه باید ساعت 25 دلار در ساعت. No one likes to stand in line, right? هیچ کس ایستادن در صف خوشش نمیاد و این یک حقیقت است. Now you don't have to. حالا دیگر نیازی نیست که این کار رو انجام بدی. For 25 an hour, someone
Wait patiently in line to get the stuff you need. با پرداخت $25 در ساعت کسی که با صبر در صف ایستاد میشه میتونه که چیزهای لازم را بر تو بگیرد. Imagine that. اینجا تصور بکن. Some people pay for someone to stand in line for a movie tickets or for a new video game that's on sale. بعضی افراد پول میدهند تا کسی به جای آنها در صف ایستاد شود، مثلا برای بلیت سینما یا یک بازی ویدیویی جدید که حراج شده است و یا در آن سیل است یا قیمتش به تخفیف گذاشته شده. Make a reservation online in just a few clicks. فقط با چند کلیک ساده میتونی که به صورت آنلاین رزرو کنی و فیلم دلخواهت یا مووی دلخواهت میتونی که ببینی. Some very expensive sneakers. اصدقیش هم بخونم. کفایت میکنه. نوبت برای شبانه محبوبی میده. درست است. تشکر. Okay, so شبانه محبوبی. Please. Yes, I'm here. Some very expensive sneakers, $20,000 and up. بوت ها یا کفش های بسیار گرانبها که قیمت آن $20,000 یا بیشتر می باشد. Do you ever think your shoes are boring? آیا تا حال فکر کردید بوت هایتان خسته کننده هست؟ Well, our sneakers are just what you need. خب بوت های ما دقیقاً همان چیزی است که شما نیاز دارید. Just go to our online store. فقط به فروشگاه آنلاین ما بروید. Look for a pair of sneakers you like. یک جور بوت را که دوست دارید انتخاب کنید. And place a bill. با قیمت گذاری کنید. Maybe you will win. شاید شما برنده شوید. Some of the sneakers are from famous football players. بعضی از این بوت ها متعلق به بازیکنان بسکتبال بازیکنان مشهور فوتبال هستند. تشکر بسیار زیاد. میریم نوبت برای یاسر نعیمی. اما یک چیز است. یاسر نعیمی. یسرا نعیمی. بله بخوانم. In the name of Allah, no time for a real pet. $12 یعنی وقت به نگهداری حیوان خانگی نداری. $12. Many people like dogs and cats. بسیاری از مردم دوست دارند پشک یا سگ را. But they just don't have the time to take care of them. فقط اونا وقت ندارن به خاطر نگهداری کردن آنها. That sounds like you. اگر یعنی میگه به مثل تو است یا اگر تو هم قسم هستی پس here's the answer to your problem. اینجا جواب به همین مشکل تو است. A digital pet rock یک حیوان خانگی دیجیتالی. It's clean, it's quiet and it doesn't need food. میگه این پاک است، خاموش است و اون نیاز نداره که غذا بخوره. It comes in a box. در یک باکس میاد. We think it's just a در لپتاپت وصل میکنیش and it's always with you. و او همیشه همراه تو میباشه. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Anyone has any problem in the reading sections? آیا کسی هست که مشکل دارن در بخش ریدینگ؟ یعنی 4 تا 1 2 3 4 کسی نیستش؟ خیلی میریم دوستا خیلی به بخش بعدی. عنوان از Do you play the guitar؟ میگه شما گیتار را می نوازید. دو بهتر میفهمند که زمان حال ساده را افهام میکنن. خب کانورسیشن میخوانم دوستای عزیز. میریم روی مسلمه نوری. مسلمه نوری اگر صدای مرا دارین میتونین بخوانین. Sir, I have. مسلمه. In the name of Allah, conversation. بله. I can. بله.
صدایتان Yes, خواندن میتونه. sir. Yes, thanks. Lenny, I can't wait for the Taylor Swift concert this Friday. من نمیتونم منتظر باشم به کنسرت تایلور سویفت در این جمعه. I think I know her. من فکر میکنم او رو میشناسم. Doesn't she play the violin? آیا او نوازنده وایلون نیست؟ No, she is a pop star. نخیر او یک ستاره پاپ است. Of course. البته. I guess I don't listen to pop music a lot. من فکر میکنم که من گوش نمیکنم زیاد به موزیک پاپ. Oh really? Oh واقعا؟ What kind of music do you like? چه قسم موزیک پس شما دوست دارین؟ I really like هیپ هاپ. hop. من دوست دارم اما یک نوع موزیک است دیگه حتما. هیپ هاپ. Drag, it's my favorite music. میگه drag کس موسیقی خانه دلخواه است. Doesn't drag play the guitar? guitar چی معنی است؟ گیتار میگه does Drake play the guitar. میگه آیا گیتار نمی نوازه؟ آیا میگه گیتار نمی نوازه؟ No Lenny. He sings and rap. او فقط آواز میخونه به شکل رپ. اوکی well. خب درست است. I think we need to teach each other about music. فکر میکنم که به همدیگه ما باید تدریس کنیم در مورد موسیقی. تشکر. سلامت باشین. دوستان عزیز ببینین this Friday اینه the فایل ورد ما خواندیم this Friday این جمعه this چی شد در اینجا دوستا؟ صفت شد. چی نوع صفت شد؟ صفت اشاره‌ای. چرا؟ به خاطر از اینکه بعد از او اسم آمد this Friday این جمعه. دیگه کدام چیز نو نباشه. دیگه what kind of music do you like؟ میگه شما کدام نوع موسیقی را شما خوش دارین. what kind of کدام قسم معنا میده. این همچنان از جمله چی هستن؟ WH هستن. خب دوستان عزیز انشالله دی بخش خوب کس مشکل نداره. میتونیم بخش بعدی بریم. simple present question short answers اینا را کلا ما خواندیم. یک چیزی که دی جهال من متوجه شدم object pronoun است، یعنی ضمایر مفعولی هستند که اینا گرینده عمل هستند. اینا همچنان 7 تا هستند. چند تا هستند؟ 7 تا هستند. می از من، یو شما، هم او، هر او، ات او از ما دمان ها. فر مثال اگر ما میگم که فر مثال میگم I wake every morning at 7 o'clock. خب after I need to talk with Mr. Ahmad. حالا من چی میگم دوست عزیز؟ در جمله بعدی من میگم که I need to resolve the crucial matters with all سعی که دوست عزیز امی ضمیر که است مانع تکرار کردن اسم ها میشه. ای که هر نوع ضمیر باشه، ضمیر فاعلی باشه، مفعولی باشه، اشاره‌ای باشه و غیره و غیره. ما 9 نوع ضمیر داریم در زبان گرامر، در بخش گرامر انگلیسی. حالا ما نوشته کردیم میگه I wake every morning at 7 o'clock. میگه من هر صبح ساعت 7 بجه از خواب برمیخیزم. بعد از او I need to talk with Mr. Ahmad this time. میگه من این دفعه
ضرورت دارم همراه آقای احمد صحبت کنم. I need میگه ضرورت دارم to resolve the crucial matters که حل کنم امو موضوعات جدی را مهمه همراه او. حال من نمیگم همراه مستر احمد، همراه مستر احمد من نمیگم. من چرا میبینم؟ من ضمیر ای را من استفاده میکنم هم. درست شد دوستان؟ اگر فرض مثال من نوشته کنم دیگه میگه I need to talk with Mr. Ahmad and Mr. Miss خاتون دستر. میگه من ضرورت دارم صحبت کنم برای آقای احمد و خانم خاتون. این دفعه ایجا باز ای تغییر میشه، ضمیر مفعول تغییر میکنه. چی نوشته میکنیم؟ میگه them. میگه ما ضرورت دارم موضوعات مهم امرای اونا حل کنم. them چی معنی میده؟ آنها. ما ضرورت دارم مشکل خود امرای اونها ما حل کنم. ایجا فر مثال اگر ایجا امی چیزی که تغییر بخوره دیجا همچنان تغییر میخوره. یا فر مثال ایجا ما تغییرش میتونم I need to go with Mr. Ahmad I need to go with Mr. Ahmad and friends of us and our friends. هر مثال نوشته میکنم تو پغمان. میگه I need to go with Mr. Ahmad and our friends to go پغمان. میگه من ضرورت دارم همراه آقای احمد و رفیقای خود به پغمان بریم این دفعه. چرا؟ I need to resolve the crucial matters. خب دیگه ای باز تغییر میکنم دوستای عزیز. We need to resolve the crucial matters what has. میگه ما ضرورت داریم مشکل خود حل کنیم. اینجا این از آمد. از چی شد؟ ضمیر مفعولی شد. این بجای اینا آمدن. بجای اینا آمدن دوستان. خب خدا کنه که ضمیر مفعولی را فهمیده باشین. باز یک چیز دیگه دوستان، شما اگر میخواید اینا را به منفی، به مثبت، به سوالیه، به همه فرمولات تبدیل کنین میتونین. چون ما در جلسه اول دو اما خوب صحیح واضح براتون تشریح کردیم. خب ما پس اسکرین تغییر میتم. خب what time does it start؟ مس الهامه زمانی خوانده میتونی؟ زمانی please read. Conversation. What time does it start? ساعت چند شروع می شود؟ Conor, I have a ticket to my brother's concert on Friday night. من یک بلیط شب جمعه کنسرت برادرم را دارم. صحیح. Would you like to go to study very? I do love to. بله دوست دارم. What time does it start? ساعت چند شروع میشه؟ It hit o'clock. ساعت 8. Do you want to have dinner before? آیا میخوایی قبل شام بدهی؟ Maybe it's 6 یا شاید ساعت 6. Maybe هستن. خب I do like to maybe خب I do like to بله دوست دارم but I have to work late اما باید تا دیر وقت کار کنم. Let's just meet before the concert. قبل از کنسرت حدود ساعت around 7:30 طرفای 7:30 ساعت 7:30. No problem. مشکل نیست. We can have dinner another day.
می توانیم شام را دیگر روز بخوریم. Let's meet at your office and go together. بیا در دفتر با هم ملاقات کنیم و از اونجا برویم. Sundays خوب به نظر میرسه. See you on Friday. جمعه مبینم. تشکر الهام زمانی. انشالله دی بخش خود دوستای ما مشکل ندارن. میرم خیلی به بخش بعدی. دوستای عزیز would like چی معنا میده؟ would like یعنی میخوایم. این یک به شکل ادبی هم استفاده میشه. من نمیگم I want to go to park. من میگم I would like to go park. I would like to go park. میگم من میخوایم برم. would like چی معنا میده؟ خواستن معنا میده. با جای want استفاده شده میتونه. would like یک چیز ادبی است. I would like to learn English at 7 o'clock through my teacher. میگه من میخوایم من انگلیسی رو بیاموزم از طریق استاد خود. پس would like چی معنا میده؟ خواستن معنا میده. و شما اینجا فرمول براتون نوشته که دوستای عزیز بعد از would like همیشه verb میاد. چی میاد؟ to plus verb میاد یا infinitive میاد، مصدر میاد. خب بعد از would like چی میاد دوستای عزیز؟ مصدر میاد. دیجم براتون گفته یک مثالش هم میگه من دیدم اینه I would like to میگه من خوش دارم که یا من میخوایم. Do you want to have dinner before میگه آیا شما میخواین که نان شب داشته باشید؟ میبید 6 PM درسته؟ دیگه باز در جواب گفته I would like to بله من میخوایم. یه باز ای تو درازش نمیکنه که I would like to have a dinner. گفته که I would like to من میخوایم. خب دی بخش انشالله کدام مشکل نیست. میریم به بخش آخر و خلاص. خب نوبت برای کی میرسه؟ به حدیثه جامی. حدیثه جامی میتونین بخوانین؟ استاجان یه چیزی من بگم. حدیثه جامی ببخشید یه سوال داشتم. بله کانورسیشن ها میگم بقیه پارت ها یه راهنمایی بشه برای ما. سعی خب که بعدا خود کار در کانورسیشن ها که هست ما کانورسیشن ها که میخوانیم این دانشجویا را تشویق میکنیم که اشتراک بورزه چون همی وقتشان هستم. در بخش گرامر خب باز من هستم گپ میزنم. در بخش ریدینگ ها که هست شما سهم فعال داشته باشین. باز یک کار دیگه من می سکرین چی که هست درس ها رو من کوشش میکنم که اینا رو ریکارد کنم از طریق تلگرام امرای شما من شریک میسازم. شما میتونین از طریق همون یاد بگیرین. و دوما شما وقتی که ریدینگ میخوانین باید اول جملات به شکل گرامری را تحلیل کنین. مثل که من قبل گفتم اگر شما کلمه به کلمه برین تحلیل کرده برین ما باورمند هستم که ریدینگ بسیار ساده میشه براتون. فر مثال من میخوانم فکر کنید که من چی یاد ندارم انگلیسی. بیانس نانسی کارتر is a singer. میگه او خواننده است. کارتر که است موسیقیدان است یا خواننده است، هنرمند است. من میگم این چیست؟ اسم است. چی نوع اسم است؟ اسم فاعلی است. این چیست؟ to be verb است. ا چیست؟ determiner است، آرتیکل است، مشخص کننده است. سینگر اسم است. اگر من به همین شکل من بخوانم من باورمند هستم که من یاد میگیرم. هر چقدر که شما ریدینگ به همین شکل بخوانید شما بیشتر روز به روز ریدینگتان تقویت میشه. دوستا این را بفهمید. این تجربه شخصی است که وقتی که شما میخواین ریدینگتان قوی شوه برای مسلین یا برای دانشجویان سطح A1 اینا نیازمند هستند که کلمه به کلمه به شکل گرامر تحلیل کنند. گرامر به گرامر که تحلیل کنید ریدینگ براتون ساده میشه. درست شد؟ انشالله مفهوم من رو گرفتین. میرم به حدیثه جامی نوبت میتیم.
که وقت ضایع میشه. حدیثه جامی بخونید، وقت کم مانده. 3 دقیقه. درست است. صدامه دارین؟ صدایتان ندارم. درست. خب In the name of God, the world's most powerful female musician. قدرتمندترین یا بهترین موسیقیدان یا میوزیشن موسیقیدان زن در جهان. Beyonce Knowles Carter is a singer, songwriter, performer, actress, clothing designer, and Grammy Award-winning superstar. بیانس هست خواننده، نویسنده آهنگ، پرفورمر یعنی نوازنده، بازیگر، دیزاینر لباس و سوپرستار در یعنی برنده جایزه گرمی اوارد. خود گرمی اوارد همون یک نام جایزه است. میفهمین دیگه؟ بله. Many people call her one of the most powerful female musicians in history. بیشتر مردم مینامند او قدرتمندترین زن موسیقی خواننده در تاریخ، بهترین خواننده زن در تاریخ. Beyonce works really hard for his success. بیانس سخت کار میکنه یا تلاش میکنه برای موفقیت خود. As she says، طوری که اون میگه I wanted to sell 1,000,000 records. من میخواستم که بفروشم میلیون ها ضبط خود یا آهنگ خود که ضبط کردم. And I sold 1,000,000 records. و من فروختم میلیون ها آهنگ خود را. I wanted to go platinum. من میخواستم که برم به پلاتینوم. پلاتینوم یعنی آهنگی که بیشتر از 100 تا فروش داشته باشه. I went platinum. من رفتم به پلاتینوم. I have been working non-stop since I was 15. من در حال کار کردن یا تلاش کردن بودم بدون توقف در وقتی که 15 ساله بودم. I don't even know how to chill. بیشتر مردم صحبت میکنن درباره انرژی بیانس که در استیج داره. She is an amazing entertainer. او بهترین amazing با چی بوده گفتم؟ انترتینر چرا میگه؟ یعنی که لحظات خوب برای دیگران چی میکنه؟ فراهم میکنه. سرگرمی و تفریحاتی که بهترین بود در اون. Millions of fans love her singing and dancing. میلیون ها طرفدار از او دوست دارن آواز خواندن از او و رقصیدن از او. Beyonce uses many different styles of music. Beyonce میفهمم سرچ نکردم. In her career so far در دوره‌ای که او گذشته یا داشته بیانس has sold over 100 million records as a solo artist. بیانس در همون 100 ضبط و آهنگی که داشته artist یا آوازخوان تنهایی بوده یعنی تنها میخوانده. And another 16 million records with her group Destiny's Child و 60 میلیون آهنگ دیگه خود همراه گروه خود به نام Destiny Child. خب انشالله که از این یک چیز گرفته باشین و تلاش ممی است که تا که من بتانم به طور ساده‌تر من برتان تشریح بکنم و ما هم یعنی واقعا مجبوراً یعنی ما باید یک کم ذره ما پیش بریم چون درس‌ها باید با مطابق پلان درسی چی شود پیش بره. بعض دوستا که یعنی نمیتونه بگیره یا به عقب مانده من امرای اونا همچنان من کمک میکنم میتونم مشکل خود سوال خود امرای ما شریک بسازه. هر وقت ما اویلیبل هستم. فقط شما یک کار کنین که جلسات گذشته را یک دفعه بخوانین از منابع بیرونی استفاده کنین. حال خوب هر جای برین معلومات ها موجود است. اگر شما از این معلومات های موجوده استفاده کنین من باورمند هستم حتی به استادم ضرورت شما شاید نداشته باشین پیش خود انگلیسی را تا حد خود رساندید که یک روز برسه که امتحان TOEFL بتین با موفقیت.
دیگه آل معلومات ها در هر جای است، فقط تعهد کار است که یک کسی بره بخوانه پیش خود. خب دوستای عزیز، تا این دم کدام سوال، پیشنهاد، چیز خود نداریم در رابطه به درس، و اگر نداره که من برم باز من فیدبک همراهتان لینک فیدبک من همراهتان شریک میسازم. استاد ما یک خواهش داشتم. بفرمایید. استاد ما چون که میخوام که اسپیکینگ هم خوب قوی شد، چون چند پنتون خارجی اپلای کردم و نیاز دارم که اسپیکینگ ما فوق العاده خوب بشه و یا اوش مثلا زیاد کمک میکنه این بخش. اگر استاد لینک داره از چند تا ای که خودتان میفهمین که خوب کار میته و لاگین شدن دو آسان میباشه، اگه در گروپ بانی ممنون میشم، چون من میخوام لسنینگ اسپیکینگ ما فوق العاده قوی شود و همچنان بر تافل هم آماده میشم. بخیر انشالله. او خیر باز ما برات باز ما شریک میسازم. درست است؟ ممنون استاد. سلامت باشین. دیگه دوست ما کسی پیشنهاد و انتقاد خود ندارن؟ سوال در رابطه به درس ندارین؟ خیر دوستای عزیز، من شما را به الله پاک میسپارم. اوقات خوش داشته باشین. خداوند نگهدارتان باشه. بای بای.